فقط میخواستم یه جایی باشه که شب رو سر کنم. بارون تند میبارید. موبایلم آنتن نداشت. تو دل جنگل یه کلبه دیدم. خاموش، قدیمی، ولی درش باز بود. هیچ کس اونجا نبود، ولی حس کردم یکی منتظرم بوده. رفتم تو. هوای داخلش نه گرم بود نه سرد، ولی زنده بود. انگار دیوارا نفس میکشیدن. ساعت روی دیوار دقیقاً 3 رو نشون میداد و همون لحظه چراغ نفتی خودش روشن شد. قبل از اینکه نفس بکشم از زیر زمین صدای ضربه اومد. بلند نبود، فقط اندازه‌ای که بفهمم تنها نیستم. داشتم میرفتم طرف در که یه صدای زنونه از آشپزخونه گفت اگه در رو باز کنی همه چی تموم میشه. داشتم در رو باز میکردم. روی شیشه با بخاری جمله نوشته شده بود: اون زن نیست، اون جنه. اگه اسمشو بگی بیدار میشه. الان فقط یه راه برام مونده. تا طول آفتاب نباید هیچ آینه‌ای نگاه کنم. نباید هیچ اسمی رو با صدای بلند بگم. و اگه از زیر تخت صدای گریه شنیدم باید وانمود کنم خوابم. چون اگه بفهمه بیدارم دیگه هیچ وقت نمیذاره بخوابم.